بیننده های عزیز، عرض سلام و احترام به شما دارم. امروز دوشنبه 27 فوریه 2017 ما و همکار عزیزم آقای انجینیر شریفی از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان با نشر یکی دیگر از برنامه‌های ویژه پنجره اروپا در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، امشب در برنامه شخصی را دعوت کردیم که شاید بسیاری از شما، شاید در حدود 98% از شما اولین بار چهره و تصویر ای هنرمند بزرگ ببینید. شما با نام ای هنرمند بزرگ آشنایی دارین. آقای عزیز آشنا از اساسگزاران موسیقی آماتور در افغانستان. ابتدا ما آقای عزیز آشنا را به پنجره اروپا خوش آمدید میگم. آقای آشنا، بسیار زیاد صفا آوردین، مانده نباشین. از شهر آنوور جرمنی تشریف آوردین، بسیار زیاد مانده نباشین. تشکر، ممنون از لطف شما و از اینکه مرا دعوت کردین در این پروگرام ممنون هستم و از پروگرام تلویزیون پیام افغان که یک تلویزیون جهانی و بسیار موفق است و در رأسش ژورنالیست بسیار بزرگ آقای عمر خطاب قرار دارن. ممنون و اظهار سپاس میکنم و آرزو دارم کمی ما و کرم شما هرچی خواسته باشین ما در اختیارات هستم برتن بگویم. بیننده های عزیز همه طور به من اجازه دادن. عزیز آشنا را از کجا آغاز کنیم؟ مدد می جویم از اولین آهنگ. البته اولین آهنگ نه، آهنگ بسیار زیبایشان شاید به گوشای شما تنین انداخته باشه که ترک یاری کردی و من همچنان یارم ترا، دشمن جانی و از جان دوست می‌دارم ترا. بیاین که قبل از هر مقدمه از آقای شریفی خواهش کنم که یک زمزمه کوتاهی را از آقای عزیز آشنا که در صفحه یوتیوب امی اولین آهنگ تصویریشان هست چند دقیقه مکسی به این آهنگ کنیم، بعد میاییم با پرسشای خود از جناب آقای آشنا. مهربانی. از این مردمان پرهیز خوب است، از این مردمان پرهیز خوب است، غم و درد دلم هر دم فزونش، غم و درد دلم هر دم فزونش، همه دلها همه دنیا سیاه، همه دلها همه دنیا سیاه، که در آنها نشانی گناه، که در آنها نشانی گناه، با حال خود مرا بگذار و بگذر و دردم مبتلا بگذار، با درد عشق دارم سخت الفت، با حال خود مرا بگذار. خب بیننده های عزیز، حتما این آواز زیبا به گوش شما آشناست. شاید سالهای زیاد نشنیده باشین، ولی امشب آقای عزیز آشنا را به چند بهانه در پنجره اروپا داریم. تصادفی نیست که فردا 28 فوریه سال روز تولد هنرمند بزرگ شادروان ظاهر اویدا هست. یک چیزی که بهانه شد تا آقای آشنا را، عزیز آشنا را در استودیو داشته باشیم.
28 فبروری تولد هنرمند بزرگ ما شادروان ظاهر هویدا است که یادش نیک و گرامی میخوایم از آقای آشنا ابتدا از این هنرمند بزرگ، البته قبل از گروه آماتور، از هویدا بزرگ یاد کنیم که شما کی با هم آشنا شدین، چه خاطره هایی از هویدا دارین؟ با زندیات ظاهر هویدا در دفتر زلاند آشنا شدیم که بعد از اون ما آماتور ساختیم. ظاهر هویدا تا جایی که با حضور شناختیم یک دوره بسیار دشوار و تلخ زندگی را از طفولیت طی کرد. ظاهر هویدا و دو برادر نازنینش که سن 8 و 6 و 4 ساله داشتن، پدرشان فوت کرد، خدا بیامرزش. مادر قهرمان و مهربانی داشتن که با زحمت و کوشش و تلاش تانست این اولادای خدا بپروانه و بتانه که اینا را به جامعه او قسمی که امروز ظاهر هویداست و کبیر هویداست و منیر هویداست و همیشان شهرت نه تنها در خود کشور ما، حتی در خارج از کشور، چی تاجیکستان است چی ایران است، مخصوصا شادروان ظاهر هویدا که تانست اگر در شروع چند روزی شاگرد زلان بود، بعد از اون مکتب خود باز بکنه و در فاصله بسیار کوتاه ظاهر هویدا درخشید. ظاهر هویدا نه تنها آوازخوان بود، ظاهر هویدا آهنگساز بسیار موفق بود برای خود. ظاهر هویدا آکوردیون نواز بسیار خوب بود. ظاهر هویدا هارمونی نواز خوب بود. ظاهر هویدا نطاق بسیار خوب بود. ظاهر هویدا طنزگوی بسیار خوب بود. ظاهر هویدا یکی از صفاتهای بسیار برجسته ایشی بود که این بسیار حافظی خوب داشت. بله، یقینا بله. اکثرا آهنگایی را که اگر شما دیده باشین در کنسرت‌ها، در تمام جایی که خوانده، هیچ آهنگ خود از روی یادداشت و نوت و کتابچه نخوانده. بله. و ما یک پس بیاین آقای آشنای گل از آماتورا آغاز کنیم. ما همیشه از شادروان هویدا میشنیدم که وقتی که از اساسگزاران موسیقی آماتور یاد میکنم، اونا از شما بسیار به حرمت یاد میکرد من حیث مؤسس آماتورا. بیاین که از اینجا آغاز کنیم صحبت. آماتور ای که چه رقم ساخته شد میخواین براتون تفصیل بدم؟ بسیار مختصر بله. خب مرحوم زلاند مدیر کنسرتا بود، از من خواست که بیا همکاری کنیم، آهنگ میسازم برات ثبت کو در رادیو. ما گفتم ما اگر میخوایی که یک ارکستر بسازیم کمک کو که ما یک اتاق برای ما بدیم که بتانیم دو اتاق ما مشق و تمرین خود بکنیم و ما میخواییم که یک ارکستر بسازیم. بله. گفت بیا این کار بریم با رادیو صحبت کنیم. با مرحوم زلان رفتیم به نزد مرحوم حفیظ سحر که معاون رادیو بود. گفت عزیز آشنایی یک پیشنهاد دارد، میخواد که یک ارکستر بسازه. آقای سر ما رو گفت بسیار گپ خوب است، بیاین بریم اینا با بینوا صاحب که رئیس رادیو بود در میان بگذاریم. مرحوم بینوایی پیشنهاد قبول کرد و گفت که هر امکانی که میسر است شما در اختیار از اینا اتاق بگذارین و هر چی که لازم دارن برشان تهیه بکنین. ما و زنان آمدیم که معرفی اولین بار ما با مرحوم ظاهر هویدا دهلیز اتاق زلان بود. مرحوم زلان گفت که ظاهر جان آواز میخونه و پیش ما شاگردی میکنه. وقتی که ظاهر شنید که ما اینطور یک ارکستر میسازیم، گفت ما یک برادر و یک رفیق است میخوایم که فردا بیارمشانه. و ما هم که با چترام و کارگر از تپه پخمان آشنایی داشتم، گفتم اینا روز دیگرش ما یک
دمی اتاقی که برای ما آقای زلان با یک پیانو در اختیار ما گذاشت، امی 6 نفر ما شروع کردیم به کار و در واقع امی 6 نفر است که مؤسسین آماتور حساب میشه. یعنی هم ظاهر وحیدا، هم کبیر وحیدا، هم رحیم جهانی مرحوم که در قسمتش امروز با شما صحبت خود داشتیم، هم کارگر، هم چترام، ما شروع کردیم با مشق و تمرین و بالاخره پروگرامی تهیه کردیم که برای اولین بار به طور زنده از رادیویی که در پل باغ عمومی قرار داشت نشر کنیم. پیش از شروع پروگرام یک مصاحبه همراه ما با حساب ازی که مؤسس آماتور هستم صورت گرفت و ما هم هنرمندا و هم امی ایده ازی که چرا ما ای آماتور می سازیم برشان تشریح کردم و ضمناً برشان این اظهار کردیم که آماتور میخواه که به خانه های شما بیایه و استعدادهایی که در خانه های شما هست با ما یک جای شود که ما بتانیم یک پروگرام مقبول با آهنگای جدید، با آلات و انسترومنتای جدید و نو که البته جدید و نو نبود، اما برای ما که در رادیو از اونو یک ارکستر ملی که رباب و طبله و تنبور و ارمنیه بود بیشتر نداشتیم و یک ارکستر دیگه که مربوط وزارت دفاع ملی بود، با اونا با رادیو همکاری داشتن به نام ارکستر دو که ما یکی دو بار زنده با ارکستر آواز خواندیم و راستی هنرمندای بسیار ممتاز و بی‌نظیر مثل مرحوم سلیم سرمست، مرحوم فقیر ننگیالی، ناله، نوشاد و اعضای دیگه که همه ایشان مردم های بسیار مسلکی و خوب بودن داشتیم. دیگه چیزی نبود و دیگه ای که ارکستر آماتور میخواست امی هنر موسیقی را از انحصاری که در اون وقت وجود داشت بکشه. در واقع ما دریچه بروی تمام استعدادایی که بعد از او شگفت و پیدا شد و درخشید و تا به امروز که از عمر آماتور بیش از 56 سال 55 سال میگذره، هنرمندایی را که شما ببینید به این آقای آشنا کار میکنیم که هم از شما کمی آهنگ میشنویم، هم سوالات خود مطرح میکنیم. خوشبختانه ما در فیسبوک هم لایف هستیم، با آقای شریفی هم در خلال صحبت شما عکسای بسیار جالب را شما سپردیم که حتما او را نشر میکنه. بله. به اصطلاح آلمانی گمشت میسازیم. خب درست است؟ مهربانی. بین از امی آهنگ بسیار زیبای شما که ایره یک خواننده تاجیکی هم فکر میکنم تاج الدین خوانده. بله. شما جالب این است که اولین بار متوجه شدن که اونا خواندن. از امی آهنگ ترک یاری آغاز میکنیم که شما این آهنگ یک زمزمه کنین که یاد از آهنگای گذشته شما هم شوه و در جریان برنامه باز ما دانه دانه سوالات خود نه تنها ما بلکه بیننده های عزیز و دوستای فیسبوک هم نظریات خود از جناب آقای عزیز آشنا، یکی از اساسگذاران موسیقی آماتور در افغانستان مطرح کردن. مهربانی. بفرمایید آقای شریفی که از آهنگ ترک یاری آغاز کنیم. من همچنان یارم ترا ترک یاری کردی و من همچنان یارم ترا دشمن جانی و از جان دوست تر دارم ترا دشمن جانی و از جان دوست تر دارم ترا
گر بسد خار جفا زرد سازی خاطرم گر بسد خار جفا زرد سازی خاطرم خاطر نازک ببر که گل نیازارم تو را خاطر نازک ببر که گل نیازارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمن جانی بود جان دوست تر دارم تو را خسته جان کردی کیانی دست کوته کن ز من خسته جان کردی کیانی دست کوته کن ز من جان و کف بگذارم و دست نگذارم تو را زارم و از دست و نگذارم تو را هر که یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمن جانی بود جان دوست تر دارم تو را دشمن جانی بود جان دوست تر دارم تو را دشمن جانی بود جان بسیار عالی، بسیار مقبول. یک آهنگی است که واقعا دوست داشتنی است و ایره چندین آوازخوانندگان هم خوانده ولی شما اصل آهنگ از شما هست. بله ولی آهنگ بسیار قدیمی 50 سال بیشتر از 50 سال خب از عمرش میگذره دیگه. بیاین که صحبت ها را همینطور ادامه بدیم. خواهش میکنم. خب بالاخره شما کار آماتور را شروع کردین از رادیو، باز به کجا بالاخره ادامه پیدا کرد داستان؟ وقتی که اولین پروگرام از موتور از رادیو نشر شد و همه هنرمندای ورزیده و سرشناس ما خبر شدن، از جمله مرحوم نینواز بله به سراغ ما آمد. در رادیو در اتاق مشق ما تقریبا آهنگای را هم برای ما، هم برای ظاهر هویدا، هم برای رحیم جهانی مرحوم آماده ساخت و در این زمان که ما مشق تمرین میکردیم با آقای زلان فیصله کردن که اگر شود آماتور به هنرهای زیبا انتقال بکنه. خب یعنی چطور؟ نفهمیدم. یعنی یک مؤسسه به نام هنرهای زیبا در چوکات وزارت اطلاعات کلتور خب این در جمع از اوناش تأسیس شده بود که در رأس از آقای فیض خیرزاده رئیس مقرر شده بود. بله. و راست بگویم ما اصلا مخالف رفتن گروه آماتور به هنرهای زیبا بود، اما مرحوم زلاند و مرحوم نینواز مرا وادار ساختن که قبول بکنم و بالاخره ما رفتیم با یک تعداد از رفقای آماتور ما که ظاهر هویدا و کبیر هویدا و
رحیم جهانی. چترام و رحیم جهانی باشه، اینا رو باشون قرارداد بستن به یک معاشی به نام هنرمند. ارکستر آماتور پروگرام مشق و تمرین خود ادامه میداد. من و آقا محمد کارگر که فرود نواز بود، چون کارهای شخصی داشتیم، افتخاری کار میکردیم. اصلا یک پروگرام و مناسبت عروسی شاهزاده نادر در قصر دلکشا آماده شد که آمادگی گرفتن و برازی برای ما لباسهای بسیار مقبول ساختن و آهنگای بسیار مقبول. نینواز مرحوم، قرصک پنشیری و مادر و یک بچه طفل خرد بود به نام اسد کوچک. بله. پروگرام بسیار جالب برای یک ساعت. این اسد کوچک هم از همون دوره؟ از همون دوره ما. کجا هستن آله؟ بله نمیتونم متاسفانه سراغش ندارم. یک آهنگ زیبا برای مادر خوانده بود. او اما مادر هم موتور خب بفرمایید. بله ادامه بده. باز کنسرت ما در قصر دلکشا به بسیار خوبی انجام شد. اعلیحضرت مرحوم برای یک ساعت برای ما صحبت کرد در مقابل تقریبا 300-400-500 نفری که همه با پا ایستاد بودن و در مورد سیاست داخلی خارجی و همه چیز رو در پولوش، برای که یعنی شما یک گروه جدیدی هستید که این اعلیحضرت استقبال کرد. نه تنها استقبال کرد، تا ما را به میز سلطنتی خود دعوت کرد به صرف شام. بله. و گفت هرچی بخواین ما کوشش میکنم که براتون آماده شود. خلاصه ما بعد از آمدیم و پروگرامی برای کنسرت رادیو آمادگی میگرفتیم که یک شکر رنجی بین ما و نینواز شد و بالاخره آقای خریزاده بر ما گفتن که تو چون یک کار شخصی داری و علاقمندی هم زیاد نداری، میتونی که دیگه اشتراک نکنی. من برش گفتم آقای خریزاده من برات قول میدم، ممکن است اگر صدای ما میشنون این گپ ما باید تایید بکنن. ما از این دالیز از لفت پایان میشم و بچه های موتورم ترغیب نمی کنم به اینکه اینا بیاین پیش ما و خودت مطمئن باش ما این کار میکنیم. فردایش که ما یک اتاق تجارتی داشتم، مصروف کار خود بودم، دیدم بچه های موتور کجان، شادروان ظاهری و ویدا، شادروان رحیم جهانی، چترام، کبیر آمدن که ما فهمیدیم که تو خار کردیم. ما گفتیم که ما نمیریم. بچه ها شما اونجا کار دارین، وظیفه دارین. ما خوینه قولم دادیم با آقای خیرزاده که ما شما را تشویق نمی کنم که بین، ما نمیریم. گفتیم خب ما امو پروگرامی که آماده داشتیم از طریق رادیو نشر کردیم. وقتی که پروگرام ما نشر شد، شادروان رشتیا وزیر اطلاعات فرهنگ بود یا کلتور، یک مکتوب نوشته کردن به رادیو که آماتور حق نشر پروگرام نداره. این آقای رشتیا خب اصلا دلیل مخالفت رشتیا صاحب چی بود؟ با خاطر از اینکه آماتور بغاوت کرده، هنرهای زیبا رو ترک کرده. ما آریان صاحب اصلا دشورم گفتم یا اگر نگفتیم حالا میگم که ما آماتور ساختیم برای مردم و ما خود ما لابلای مردم خیستیم. ما اشرافزاده نبودیم، همه مردم های متوسط بودیم که زندگی متوسط داشتیم. ظاهر ببخشید جلو کلام شما رو بگیرم، خب فکر میکنم مخالفت آقای رشتیا شخصی بوده، در حالی که خودشان هم خود یک شخص منور بودن. آقای رشتیا خب مزاحمتشان نشه اینجا به خاطر از اینکه امتیاز رفقای دیگه مثل آقای خیرزاده و اینا برهم خورد، اینا تحریکش کردن. خب اینه مسئله و اینا باز یک گپ دیگه هم است. وقتی که آقای عباسی مرحوم رئیس رادیو شد، امرای آقای رشتیا شرط ماند، من به شرط رادیو رو قبول میکنم که آماتور دوباره به رادیو اجازه بدیم. باز امی آقای رشتیا بود که بر ما اجازه داد، ما پس در رادیو آمدیم. بسیار خوب، پس بیاین که بازم یک وقفه میگیریم. بله میرویم و صحبت ها را ادامه میدیم. یادهای خواب داشتیم از همه
دوستای عزیز، البته از هنرمندای عزیز که یک تعدادشان در همین شهر هامبورگ هستند، مثلا آقای شیر شرار در همینجا از هنرمندای بسیار موفق گروه آماتور بوده. بسیار خوب. خداوند صحت و عافیت بده. خوشحال جان صدوزه که اونا آمین دوست بسیار عزیز ماست. جناب بزرگوار ببرک وسا که اونا خودشون یک اسطوره هستن و یک شخصیت بسیار بزرگ هستن. امیدوار هستم پروگرام ما را ببینن و اگر نظر داشته باشن، خب ما قبلا اعلان نکردیم. به هر صورت بیاین با موسیقی برنامه را ادامه میدیم. یکی از آهنگای زیبای دیگه، شما بسیار زیاد آهنگای زیاد خواندین، حتی ما فکر نمی‌کردیم که شما قدر آهنگ در آرشیف رادیو داشته باشین، اما می‌بینیم که در حدود بیشتر از 50-60 آهنگ شما دارین. زیاد بوده. خب من اصلا خودم یک آهنگ خودم که بگم همین آهنگا رو یک خارزاده من برای من ثبت کرده، من خودم هیچ چیز ندارم. دیده میشه. خب یکی از آهنگای دیگه هم اگه با شما چرا نه براتون میخوام، خدا کنه که سر دل بینندای عزیز آواز بسیار گرم و زیبا شما داریم. یکی از آهنگای دیگه به انتخاب خود شما و آقای شریفی یکی از آهنگا رو میگیریم میشنویم. شکست و وعد منو گفت و هرچی بود گذشت، هرچی بود گذشت. با گریه گفتم آشا ری ولی چی زود گذشت، ولی چی زود گذشت. بهار بود تو بود دیوای عشق بود امید. بهار بود تو بود دیوای عشق بود امید. بهار رفت و تو رفتی و هرچی بود گذشت، هرچی بود گذشت. شکست وعد منو گفت و هرچی بود گذشت، هرچی بود گذشت. با گریه گفتم آشا ری ولی چی زود گذشت، ولی چی زود گذشت. شبی بام رو گرم خوش گذشت و بان شبود. شبی بام رو گرم خوش گذشت و بان شبود. که در کنار تو با نغمه و سرور گذشت، و سرور گذشت. شکست وعد منو گفت و هرچی بود گذشت، هرچی بود گذشت. با گریه گفتم آشا ری ولی چی زود گذشت، ولی چی زود گذشت.
دوستای زیاد بر شما سلام گفتن و ستایش کردن از آواز زیبای شما. مهربانی. جناب آقای احمد ولی احمدی، خانم فرزانه اویدا، فکر می خانم کبیریان اویدا هستند، آقای نسیم آریانفر، آقای مسجدی ایشانزاده و دوستایی که تقریبا سوالایشان یکی است ولی از آقای احمد ولی احمدی نگاشتن که با سلام و احترام برای شما آینس و مهمان محترم شما آقای عزیز آشنا که واقعا از هنرمندان سابقه دار کشور عزیز ما می باشد. خب البته از شما سوال داشتن که در قسمت موسیقی کی شما را کمک کرد و استاد شما کی بود و محترم آشنا صاحب در هنر تئاتر هم دسترسی کامل دارند که خاطرات بسیار زیاد دارند که گوشه‌های آن را اگر لازم باشند بازگو کنند. خب پس رشته صحبت ما شما از اون جایی که آغاز کردیم به خاطر از اینکه یک نظم بگیره بله و ادامه میتیم بازم در صحبت سوال آقای احمدی را هم در نظر داشته باشین که چرانه. شما خب آقای آشنا مهربانی. میشه که کم مختصر در کل در مورد خود صحبت کنین که شما در کدام سال تولد شدین، تحصیلات شما چی بوده، یک مختصر معرفی از خود بکنید. ما در کلورپستی شهر کابل تولد شدیم. بسیار اول میخواین بله که صدای ما گرفته از وی بسیار کری صداست برای خودم، اما خب شما با لطفتان قبول بکنید. و طفولیت ما در کلورپشت گذشت. مکتب متوسط تا صنف نهم در لیسه بی خواندم. بعد از یک دوره به پلخمری رفتیم با پدرم که در پلخمری وفات کرد. ما دوباره به کابل آمدیم. بعد از ما چون نانآور کلان فامیل بودم، اول بچه کلانتر بودم، کار میکردم در بانک زراعتی و در شرکت ترانزیت و در فابریک بنیان بافی و اینجا تا ای که این شما چگونه پایتان به موسیقی؟ بالاخره میخواستم بگویم که در طفولیت وقتی که 6 ساله 7 ساله بودم، ما پدرم خدا مغفرتش کنه خوب تنبور مینواخت. ما کم کم تنبور ازش یاد گرفته بودم و مرحوم مرزا نظر منصوری از جمله دوستا و برادرخواندهای پدرم بود. خانه ما بزمای موسیقی همیشه میشد و استادای خرابات و دوستای خود پدرم زیاد رفت آمد داشتن. باز مرحوم مرزا نظر یک روز برام گفت یک روز بچه من تو را خواننده میسازم. ما آرام آرام آهنگای محلی خود ما را در تنبور باز وقتا برشان میخواندم، بسیار استقبال میکنن. از اون خاطر مرزا نظر گفت من تو را یک وقت خواننده میسازم. اما او مرحوم رفت به سوئیس و باز اگر به خاطرتان باشه یکی دو آهنگ برای امان الله خان مرحوم در ایتالیا خوانده بود، همراه یک اکوردیون و خواندنهای بسیار معروف است. دیگه من اصلا موسیقی از پدرم آموختم، منتها غیر علمی، فقط شنیدم و نواختم. با شما تحصیلات هم در مسکو داشتین؟ و این خب باز بعد از اینکه ما همراه گروپ آماتور یک جای به مسکو رفتیم، من تحصیلات خود تا سن 12 خود کابل تکمیل کردم و در جریان هم کار میکردیم، هم درس میخوندن، تمام برادرهای من با هم درس میخوندن. وقتی که آماتور ساختیم که قصهش پیشتر براتون کردم و دور دوم که ما به رادیو آمدیم و آقای عباسی در رأس رادیو بود، پروگرام بورس‌های جایهای مختلف برای ما پیشنهاد کردن. ما را گروپ یک جایی روان نمی‌کردن، یعنی هندوستان، مصر، اینجا برای ما پیشنهاد کردن که منتها میگفتن تو 2 نفر 3 نفر. ما نمیخواستیم، ما میخواستیم که می گروپ یک جای بریم، یک جای نوت موسیقی و آلات موسیقی یاد بگیریم. در وزارت پلان یک برادر ما کار میکرد و مدیر عمومی پلان از اون که همین بورس ها پیش بود، ما را در خانهش دعوت بودیم که گفت که بیاین برین اتحاد شوروی. ما قبول کردیم، کلی بچه های آماتور گفتیم میریم. گفتیم ما میریم سباقتی متخصص که انتخاب میکنم، ما اصلا گپ میزنیم.
برای متخصص پیشنهاد کردیم که ما گروه آماتور میخواهیم که بریم به مسکو یا در شهری که بخوایم، منتها ما میخواهیم که فقط نوت موسیقی یاد بگیریم و یک آله موسیقی غربی را مثل گیتار و ماندولین و ویولون یپن. گفتن درست است. بورسای ما پذیرفته شد، ما رفتیم به مسکو. در مسکو گپ ما دیگه چیز شد. بله. کدام رشته شما خواندید؟ ما را بسیار جالب است که در فاکولته آمادگی بودیم، با پروفسور وسا هم دوره ما و دوره فاکولته آمادگی یک جای طی کردیم. ما همه به شمول ببرک وسا رفتیم به کنسرواتور مسکو. اونجا از ما امتحان گرفتن. هر کدام یک آله موسیقی را برش که کبیر پیانو میزد، گفتن نه وقت است تو باید اکوردیون بزنی. ظاهر که آواز خان گفت تو صدای اپرایی داری، ما میخواییم که صدای تو را یک اپراخوان بسیار معروف تو را بسازیم. خب همچنان منتها خب هم کارگر رشته فلوت گرفت، چترام که دول نواز و طبله نواز ما بود، یک چی سلافون یا جلترنگ یک چیز است که چوبا زده میشه، او را دادن برش. ما برای ما آوازهای چون پخش و چی داشتیم، گفتن که شما برید آوازهای استراد، آوازهای رحیم جهانی منظور ما و شما. رحیم جهانی مرحوم ظاهر ویدار بر اپرا. و یک نکته بسیار جالب است که دو پروفسور امتحان می‌گرفتن، وقتی که صدای ظاهر ویدار شنیدن، این دو پروفسور بین خود چی داشتن میگفتن که این را من تربیه میکنم، این پروفسور دیگه میگفت این را من تربیه میکنم. یک جدل داشتن بین خود. یعنی ظاهر ویدار از صدایش اینقدر برای اپرا یا مساعد دانستن که گفتن فقط ما تو رو اپرا خان تربیه میکنیم. وقتی که قصه اصلی سر از که ما موسیقی را چرا ادامه ندادم، ما را در مکتب موسیقی پذیرفتن. یعنی الفبای موسیقی را سر ما شروع میکردم. ما یک ذره سنم از 20 بالاتر بود، ما رشته خود به تئاتر تبدیل کردم. این دوست ما که میگه که در تئاتر دسترسی داره، واقعا ما در تئاتر تا سطح دکترا دیپلم گرفتم از تئاتر مسکو. بسیار خوب. پس سوال ما گرفته شد. تشکر. خب آقای شریفی میگن دوستای بسیار خواهش میکنن که روی خط بیاره میشه، اجازه بدین که بعضی بینندگان داشته باشیم. بله بفرمایید، شما بیننده عزیز روی خط هستین. سلام علیکم. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید خود معرفی کنین، شما روی خط هستین. من جواد منصوری اسمم است. خب آقای منصوری بسیار خوش آمدید. اسم جواد منصوری است و از آقای آشنا را بعد از تقریبا 40-50 سال بعد ما یافتیم. میخوایم با همراهش کوتاه صحبت کنیم و اینا قبلا از پدر ما یاد کردن. بله. میخواستیم در اون باره کتسان حرف بزنم. بفرمایید ولی کوتاه صحبت کنین. بفرمایید. که شما صحبت کنید. جواد جان سلام. سلام. من نه تنها تو را شناختم، وکیل برادرتان میشناسم. اوکی. بیشتر قبلا خودت از پدرم یاد کردی، از خاطر جان من دیگه پیشوی تلویزیون شدیم میشنم که شما دی پروگرام به همراه آقای آریان هستید. بله دیگه بنان من از یک اینترس پیدا کردم. من گفتم باز که یک جامعه صدای خود بکشیم که بچه مرزا نظر محمد خان هنوزم زنده هست. وکیل کجاست؟ وکیل در شهر است. شما در کدام شهر هستید؟ من فعلا در هانوور هستم. باز از طریق آقای آریان تلفن مرا بگیرین، با هم صحبت میکنیم. ما قلم داریم، من نمره خود برات میدم. بگو جان. نمره من در شهر کارلسروه هستم. خب در شهر کارلسروه طرف جنوب آلمان. من 47 سال در آلمان هستم. خب نمره تلفن 0721 بله 51 بله 53 بله 23 گرفتم. تشکر بسیار. چی میشیم کشکی که اگه ارتباط داشته باشیم او را باز شخصی تو صحبت بچه کاکای مسیجان پدر ما اون اعلان هم کردم که پدرت کاکای ما بود. خب بسیار خوب. خب بیاین آقای آشنا ادامه میتیم. بازم یکی از آهنگای زیبای شما را میشنویم. سوالات از بسیار زیاد است از شما، ولی بسیار دوستا مسرت دارن که بعد از البته فکر میکنم شما بسیار کم مصاحبه‌های تلویزیونی داشتین. با یک بار در افغانستان تلویزیون ملی اوران برای
یک نیم ساعت صحبت کردیم با آقای ارمان و بچهش و ناصر سرمست. خب یکی از آهنگای دیگر شما را کوتاه زمزمیش میشنویم، بعد میپردازیم به چند سوالی که اینجا مطرح شده و سوالاتی که من از شما دارم. مهربانی. آهنگای شما هم بسیار مدت است که نشده. خدا کنه سر دل بیننده نریزد. شما خودت با یک انتره دو انتره بخوانیم. ای بهتر است یکی دو. بله. کوتاه. البته آقای شریفی دل مایل رویت شده، دل مایل رویت، تو سایل در تکاپویت، تو سایل در تکاپویت، رای کویت باشه بلما، رای کویت باشه بلما، که اگر رایم گهی سویت، که اگر رایم گهی سویت، در آن بیشه در آن منزل، در آن بیشه در آن منزل، سراغت است که دریابم، سرا جانا کجا یابم، سراغت است که دریابم، سرا جانا کجا یابم، شده دل مایل رویت. سهرت تو با شور پر سهرت و دل افگنده ای مهرت و دل افگنده ای مهرت، کنم در پرده رویا، کنم در پرده رویا، تجسس روی نیکویت، تجسس روی نیکویت، قرارم برده ای از دل، قرارم برده ای از دل، غیر شدی دفرابم سرا جانا کجا یابم، غیر شدی دفرابم سرا جانا کجا یابم، شده دل مایل رویت. بیننده های عزیز، ما امشب در برنامه هنرمند محبوب بزرگوار آقای عزیز آشنا را داریم. دوست بسیار قدیمی شما جناب آقای فرید شایان که بسیار کم نما هستند، سلام و احترام برشان تقدیم میکنم، نگاشتن که با سلام جناب آشنا صاحب، از اماتوران یاد نمودید، از آقای ویدا، آقای چترام و دیگران. در مورد اماتوران مخصوصا احمد ظاهر عزیز نیز خاطرات شاید شما داشته باشین، اینا نگاشتن. و آقای عمر صدیق نگاشتن که احمد جان صدقی هم از جمله اماتوران بود، یا خیر خونی تذکر دادن. خب بپردازین به همین سوال دو عزیز ما که فراموش ما نشود. شما بیننده عزیز روی خط باشین. با سلام و احترام فراوان به فرید شایان، دوست
بسیار بسیار عزیز و بسیار قدیمی که ما محبت هم دیگر را هیچ فراموش نمی کنیم. در مورد احمد ظاهر، اولی که احمد ظاهر اولین آهنگا 3 آهنگ یا 4 آهنگی که خودش ساخته بود برای خود و یکی 2 آهنگش ما کورس هم امرایش خواندیم، بار اول از رادیو آمیگرو یا گروپ آماتور نشر کرد. بله. و متاسفانه یک آهنگش یادم است که آخره دریا تو هم چون من دل دیوانه داری. یک قصه بسیار جالب تاریخی از احمد ظاهر میکنم. احمد ظاهر مرحوم پدرش صدر اعظم وقت بود. بله. این چون که ما رفیق و نزدیک بود، ما به حساب سرگروه یا سرگروپ یا کفتان آماتور احمد ظاهر بسیار زیاد امرایش زیاد صمیمی به خاطر از اینکه بچه صدر اعظم است. ما این رفیقای من نگوین که یزید آشنا چاپلوسی میکنه. احمد ظاهر مرحوم برای ظاهر وحیدا گفته بود که عزیز آشنا امرای ما بسیار سرد صحبت میکنه. ظاهر آمد من گفت احمد ظاهر تو میگم. ما گفتم یه از خاطر شماست که اگر ما کتیزی بسیار نزدیک بود تو چاپلوسی میکنی. دیگر روز در استودیوی رادیو مشق میکردم، احمد ظاهر مرحوم آمدش گفتم و ظاهر رو بوسی کردیم و گفتم این گپت برای ما ظاهر گفت، ما این گپ برش گفتیم. میفهمین پدر خود دوزد گفت خود من بشناس پدر من چی میگه. یقینا بله. یکی از خاطرات احمد ظاهر و یکی آهنگایش ثبت کردیم. فریجان کفایت میکنه، بسیار گپا داره دیگه، پروگرام میگذاره زیق است. و آیه دیگه ما که نگاشتن که احمد جان صدقی احمد جمله اماتوران بود، شما به خاطر دارین؟ بله بله، یک آهنگ در رادیو از او ثبت کردیم. آهنگش مرحوم نینوا ساخته بود و صدای بسیار مقبول بود. یک آهنگ ثبت کرد. بسیار خوب. خب بیننده عزیز، شما لطفاً نال مختصر سوال خود مطرح کنید. بفرمایید شما سوالتان. سلام علیکم صاحب. سلام آقای آریان. سلام. ما شورانگیز هستم. خب آقای شورانگیز هستن. بسیار جالب. و بگوینش که شما با هم بودیم در تمام قصایی که میکنیم، مخصوصا در همراه خیرزاده و هنرهای زیبا، و من ماندولین میزدم. ما شما یک جای رفته بودیم به هر که یادتان باشه. بله. ما شما همون لباسای زری که پوشیده بودیم. بله بله. یادتان اگه باشه. آقای شورانگیز هستن که در آنگفت تشریف دارن. آقای یحیی شورانگیز. این پدر 2 هنرمند بسیار محبوب بله خانم فرشته و خانم انگامه. بله. ما با هم صحبت ها کردیم، داریم. متاسفانه دیر است که با هم ندیدیم و آرزو داریم که ببینیم. و گذشته از او بسیار وقت است که شما به میان و برام هستین و ما در آنبورگ هستیم. چرا اینقدر دیر و ناوقت به تلویزیون آمدین؟ همین سوال از شما میکنم که چرا قدر دیر و ناوقت آمدین؟ اصلا و فعالیت‌های هنریتان چرا قطع کردین؟ شورانگیز جان، اگر ما بگویم که اینمی پروگرام من نمیخواستم فقط نتونستم که گپ آریان صاحب به زمین بندازم، قبول کردم، در حالی که صدای من میبینی که بیخی خفه شده. بله. یقینا دیگه سببش کم و بیش همراه موسیقی سر و کار دارم، اما دیگه گپای دیگه است که اصلا موسیقی از ما جدا شده. اگر یادتون باشه که دمی سر قاری امان نوایی موجه آقای نینواز می آمد و با شما موجه می آمدیم و تمرین های خود امری چتران بود و آقای ظاهر وحیدا بود، رحیم جانی و شما و اینا با هم تمرین میکردیم. بله بله. شما بیشتر مرا فراموش کرده بودی. نه ما خود گفتم معنوس سر ای که هنرمندا تشکر شورانگیز گل هنرمندای محبوب. بین آقای آشنای عزیز، یک سوالی از شما میپرسم که در همه گروپ آماتور خواهی رسم زندگی هم همی هست، قافله کسی پیش میره، کسی وسط میمانه، کسی عقب میره. یک تعداد زیاد پیش رفتن، یک تعداد عقب ماندن، یک تعداد مثلا از جمله آقای شیر شرار یکی 2 آهنگ اونا هم ثبت کردن در آماتور، باز زیاد ندرخشیدن یا خودشان نخواستن. یک کمی در مورد از شعرها اگر صحبت کنین. آقای آریان میفهمین
معضله بزرگ و کلانی که ما از تمام هنرمندای بسیار عزیز و خوب خود فاصله گرفتیم، سفر ما به مسکو بود. بله. ما وقتی که برای تحصیل رفتیم مسکو، اینمی سلسله ادامه گروپ آماتور و همکاریش همراه تمام هنرمندا و رفیقایی که بود به هم خورد. بله. فقط یگانه دلیلش بود. بعد از ما شیرجان شرار که ما یکی دو بار تلفنی همراه صحبت کردیم، متاسفانه وعده کردیم و نشده که قسمی که آقای شورانگیز گفت او را هم ببینم. بعد از ما آهنگای ثبت کردن و گروپ های دیگه بسیار زیاد ساخته شد. بله. یعنی آماتور اول امی آماتوری است که ما بودیم، بعد از ما بسیار زیاد گروپ ها و گروه های ثبت شد که از هر طرف رقم ارغوزک رو ثبت کردن کلشان. خب بینیده ها را می داشته باشیم. میرمانی کنید. بفرمایید، شما روی خط هستین؟ بله بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. محمد امین هستم. خواستم از ایشان پرسان کنم که آهنگهایی را که خواندن کدامش خودشان کمپوز کردن و اشعارش کی گفته؟ میشه که کمک توضیح بدن در قسمت کمپوز و شعری که اونا؟ بله تشکر. یعنی آهنگ اخیره که شنیدین از ساختهای زندیات زلاند مرحوم است. بله. شعرش از حنیفی یا حنفی، بله، که در آخر آهنگ هم نامش برده شده، و آهنگ ترکیاری شعرش از هلالی جعفری است، بله. که آهنگ بسیار قدیمی هندی بود که ما شکلش تغییر دادیم، با همین شعر ایره ترتیب موزیک کردیم. بسیار. و دیگه آهنگی که پیش از او خواندم براتون، و آهنگ شکست عهد منو گفت هرچی بود گذاشتم. یک شاعر بسیار خوب ایرانی است. ایرانی است. بله. و خنده گفتم اشعار آره ولی چی زود گذشت. این یادداشت حافظه ضعیف است دیگه، معذرت میخوایم. آهنگ زیر ما خودم ترتیب کردیم. بسیار خوب. پس بیاین کوتاه یک زمزمه دیگه هم از شما بشنویم با سوالات که زیاد است. یکی از آهنگار آقای شریفی انتخاب میکنن که آقای آشنا با ما یک جا با بیننده‌های عزیز زمزمه کنن. جانم رسی جوابم
همچو آواز بم که خواب آرد داروی خواب و ریخت تو در جامم آب نوشین با مدادم بود نفسش تا گریخت تو در کامم آب نوشین با مدادم بود نفسش تا گریخت تو در کامم نفسش گرم بود ز خواب آلود چون نشته شرابم کرد موجی از عطر بود و مستی بود که با جانم رسید جوابم. بیننده‌های عزیز، مهمان عزیز برنامه ما آقای عزیز آشنا هستند، هنرمند بسیار سابقه دار و محبوب. دوستای عزیز، سوالات مطرح کردین که با بسیاری از سوالات پاسخ گفته شده. وقتی که شما تکرار برنامه را ببینین حتما به این سوالات شما جناب آقای یعقوب بیروز، خانم ایوبی، خانم فریده عثمان پوپل که حتما شما در قسمت اول برنامه آقای آشنا به این سوالات پاسخ گفتن. یک دوست پرسیدن که در مورد ساربان که بگوین. ساربان مرحوم خواننده یکتاز میدان خود بود که آواز مقبول ضرورت هیچ هنرمند دیگه نتانست قسمی که میخواند تقلید بکنه، قسمی که از آقای هویدار هم چنان نمیتانستن. ساربان هنرمند بسیار خوب دوره اونمو سالایی که یه هم در تئاتر کار میکرد، هم از تئاتر شروع کرد آوازخوانی رو، باز در رادیو آمد. بهترین آهنگار مرحوم نینواز برای ساربان خوانده و آهنگای ساربان جاودان است. بله. ساربان اصلا نمرده، مثل که ظاهر هویدان نمرده. این همکاریش با گروپ شما که نبوده؟ متاسفانه نه. این برازی که اینا پیش از ما شروع کردن، سرمست صاحب بودن، اونا زیادتر امرای ارکستر نمبر 2 داشتن. خب بسیار خوب. خب بیشتر ما وقت نداریم، میخوایم از شما بشنوم که فعلا زندگی در کجا تشریف دارین، خانواده از چه قرار است، شما یک مدت همسفرایی داشتین، کوتاه از شما بشنوم. ما دیگه ما امرای خانم بلقیس محبوبی که از 30 سال به این طرف است با هم عروسی کردیم. زیادتر وقتی ما چون هر دوی ما تقاعدیستیم در سیاحت میگذره. فعلا برای یک مدت در هانوور هستیم. اصلا از امریکا آمدیم. ما در امریکا زندگی کردیم و یک دوره کار و زندگی و اینا در امریکا بود. اکثر فامیل ما در امریکا زندگی میکنه. خب و یک نگاه بسیار مختصر به وضعیت موجود موسیقی در افغانستان، ولی بسیار مختصر. یعنی وقتی که ما موسیقی را که ما شروع کردیم در اونمو حالت غربتی که حتی فیتی که باید ثبت شود نداشتیم، ما پروگرام زنده ثبت میکردیم. امروز با این تکنولوژی که این هنرمندا حتی آوازهای بسیار ضعیف مقبول آواز میسازن. در بین هنرمندایی که امروز نشونما کرده بهترین هنرمندا و بدترین هنرمندا وجود. یقینا بهترین هم هست، بدترین هم هست. اونایی که بهترین هستن، اونایی که بدترین هستن کوشش کنن که خود برسانن. بزرگ پیوند ساختن خود در رادیو و تلویزیون برای که شهرت پیدا کنه. شهرت کاذب است. بله. اونایی که شهرت اصلی را دارن، اونایی که راستی تلنت دارن، اونا جایشان در بالاترین موقع است.
و ما آرزوی ما از مردم ما، از مردم غریب و بیچاره میست که خداوند روزی رو برسانه که افغانستان آرام شود و در پلوی اگر افغانستان آرام میشه ما هم آرام میشیم، برای از این غربت و این هجرت میبراییم. و دیگه آرزوی ما ایست که همین بخش هنری که ما کل عمر خود تقریبا همراهش گذاشتانیم ای را همین بینندای ما، شنوندای ما ایوازی که بغض و عداوت و کینه داشته باشن اینا را پشتیبانی کنن که اینا زیادتر و بیشتر و بهتر بدرخشن و جای خود هر کس در این محیط در تلویزیون در رادیو داره و خواهد داشت. ما فقط موافقت کنشان میخواد. خب ما بیشتر وقت نداریم و در آخر با اجازهتان میخواهیم که باز هم از تلویزیون جهانی پیام افغان که در راستش اون خطاب است و از شما که این پروگرام با این حالتی که ما داشتم آماده ساختین و پذیرفتین که ما چند کلمه گپی بزنم. گپای بسیار گفتنی داشتم که متاسفانه وقت ما بر ما میسر نشد و از آقای انجینیر احمد شریفی که دفعه اول از بهشان معرفی شدیم و با این لطف و مهربانی پروگرام همراه ما همکاری کردن ممنون و تشکر میکنم. از شما تشکر میکنم. امیدوار هستم که شما گفت شنود اول و آخر ما با شما نباشه. شما نام خدا بسیار جوان هستین و جوان هم ماندین. ما در ابتدا ما فکر میکردم که شما را چون ندیده بودم فکر میکردم که خدای نخواسته بسیار سال خورده باشین، اما دیدم که تراوت دارین. سال خورده هستم ولی تراوت و جوانی مانده بر شما. کوشش میکنم که خود جوان بگیرم و کوشش میکنم یار زنده صحبت باقی بیاین به خانه ما. تشکر. با شما صحبتی داشته باشیم. اینجا ما میایم. تشکر. با شما هستیم. تشکر. بسیار لطف کردین بیننده‌های عزیز. دوستایی که در فیسبوک نظریات دارن، یک جهان سپاسگزار شما. بسیار زیاد لطف کردین. تا برنامه آینده شما را به خداوند مهربان میسپارم.